안녕하세요. سلام. رسیدیم به درس ششم یونیت 1. گرامر آساسایا یا همون پست پرفکت. کتابو ببینیم. میگوگه کاساسایا. به آمریکا رفته بودم. این چه معنی داره؟ من یه موقعی آمریکا رفته بودم. الان برگشتم. الان اونجا نیستم. یه موقعی رفته بوده. 중국에서 살았었어요. در چین زندگی می کردم. الان در چین نیستم. در چین زندگی می کردم یه موقعی. 아버지가 뚱뚱했었어요. پدرم چاق بود یه زمانی. الان چاق نیست. چاق بود. خب حالا این چطوری استفاده میشه؟ که استفاده میشه؟ وقتی که ما داریم در مورد گذشته دور صحبت میکنیم. گذشته‌ای که ارتباطی با الان دیگه نداره. کاری که دیگه ارتباطی با الان نداره. یه موقعیتی یه کاری بوده در یه گذشته دوری ما داریم راجبش صحبت میکنیم. ارتباطی با الانمون دیگه نداره. و چجوری ازش استفاده میکنیم؟ به همون قاعده‌ای که در واقع گذشته رو کی از سایه به کار ببریم، که سایه که در حال عیا به کار ببریم، که آین همون قاعده است و این همینجوری باهاتون میاد. در نتیجه اگر که هنوز بهش مسلط نشدید حسابی تمرینش بکنید. این تو خیلی از گرامرها باهاش مواجه میشید. اینجا هم همونه. باز اگر در رو حذف کردیم و به ا و او برخوردیم اساسایو و در غیر این صورت آساسایو و برای حده حساسایو. مثلا سرده سراساسایو، مقده مگاساسایو، کنبوده کنبو حساسایو. زندگی می کردم. زندگی کردم یه زمانی در گذشته دور. مگاساسایو خوردم یه زمانی دور. کنبو حساسایو اینو خوندم، اینو مطالعه کردم خیلی دور. خب حالا فعلای دیگه به همین صورت کده کاساسایو، سده ساساسایو، پوده پواساسایو، منته مناساسایو، سده ساساسایو، کلده کیراساسایو. کلده یعنی طولانی بودن. 읽다 읽었었어요. 일하다 일했었어요. 듣다 들었었어요. می‌دونید که 듣다 بی‌قاعده است. ترایو حالت حالشه. گذشته سادهش 들었어요. استمراریش 듣고 있어요 یا 듣고 있었어요. و حالا هم که در واقع پس پرفکتش که میشه 들었었어요. 친절하다 친절했었어요. یعنی 친절하다 یعنی مهربان بودن. 친절했었어요. مهربان بود. الان دیگه نیست. 한가하다 한가하다 یعنی خیلی بی دغدغه و رها و ریلکس بودن. 한가했었어요. 한가했었어요 یعنی بی دغدغه و بی استرس بودم. دیگه نیستم. 어렵다 어려웠었어요. سخت بود. 어렵다 هم باز در واقع بی‌قاعده به که حالت حالش میشه آریاوایو، گذشته سادش آریاواسایو و حالت در واقع پس پرفکتش آریاواساسایو. خب بریم سراغ کانورسیشن. 담배를 안 피워요? 작년에는 담배를 피웠었어요. 그렇지만 지금은 안 피워요. میگه سیگار نمیکشی؟ پارسال سیگار میکشیدم ولی الان نمیکشم. این مثال خیلی خوبیه برای اینکه کاربرد این گرامر رو متوجه بشید. میگه چی؟ میگه پارسال میکشیدم. این گذشته ایه که دیگه این ارتباطی با زمان حال پیدا نکرده. 작년 پارسال 작년에는 담배를 피우다 میشه سیگار کشیدن. 담배를 피웠었어요. 그렇지만 اما 지금은 안 피워요. الان نمیکشم. 요즘 바다에 사람이 없어요.
여름에는 사람이 많았었어요. میگه این روزها در واقع دریا خیلی خلوته، یعنی منظورش اینه که کسی خیلی به ساحل و به دریا نیومده. 여름에는 사람이 많았었어요. میگه تابستون خیلی شلوغ بود. خیلی آدم زیاد بود، خیلی شلوغ بود. الان دیگه نیست. این گذشته‌ایه که با الان ارتباطی نداره، یه گذشته دوریه. 주말에 뭐 했어요? 롯데월드에 갔었어요. 아주 재밌었어요. یه آخر هفته چیکار کردی؟ رفته بودم 롯데월드، شهر بازی. خیلی خوش گذشت، خیلی جالب بود، خیلی خوش گذشت. باز در مورد یه گذشته‌ای داره صحبت میکنه. البته نکته‌ای که هست، این 있었어요 خیلی به کار نمیره. به غیر از مواردی مثل همون مثال تنبه پیوده که حالا میخواد مقایسش بکنه با الان، بگه مثلا یه کاری رو من در گذشته میکردم الان نمیکنم. به غیر از موردهای این مدل خیلی به کار نمیره. اینم در نظر داشته باشید. حالا اینجا رو ببینید، همین فرق رو اومده گفته، فرق بین اسایا و اساسایا. در حالت اسایا ما یک در واقع فعالیتی رو یا یک موقعیتی رو در گذشته بیان میکنیم که یا حالا در گذشته تموم شده یا اینکه اثرش در واقع به همون صورت باقی مونده. ولی در وقتی که داریم اساسایا رو به کار میبریم، یک گذشته‌ایه که هیچ ارتباطی با آینده نداره، اثرش باقی نمونده، ادامه پیدا نکرده، گذشته دورتریه. مثلا مثالا رو نگاه کنید. دن 씨는 작년에 한국에 왔어요. میگه دن پارسال به کره اومد. آیا دن الان در کره هست؟ نیست؟ ما نمیدونیم، فقط میدونیم که پارسال اومده کره. تو فارسی هم میگیم پارسال اومد کره. ولی حالا اینو ببینیم. دن 씨는 작년에 한국에 왔었어요. میگه دن پارسال اومده بود کره. در این حالت تو فارسی هم متوجه میشیم میگه اومده بود کره، الان کره نیست. پس تفاوتش تو اینه. تو مثال اول ما میگیم پارسال اومد کره. آیا الان کره است؟ نیست، نمیدونم. ولی توی مثال دوم میگیم پارسال اومده بود کره، یعنی الان کره نیست. یا دومی رو نگاه کنید. دن 씨는 서울에서 1년 동안 살았어요. دن به مدت 1 سال توی سئول زندگی کرد. الان زندگی میکنه؟ نمیکنه؟ نمیدونم. ولی تو دومی میگه دن 씨는 서울에서 1년 동안 살았었어요. دن به مدت 1 سال در سئول زندگی میکرد، یعنی الان زندگی نمیکنه. پس تفاوتشون تو اینه. به غیر از موقعی که ما میخوایم این تفاوت رو خیلی واضح در واقع نشون بدیم، کاربرد کمی داره. خب حالا تمرین آخر درس گفته چی؟ گفته که هیانگ 10 سال پیش در واقع چه شرطی داشته؟ داره در مورد 10 سال پیش هیانگ صحبت میکنه. همونطور که میبینید یه زمان طولانی قبل تریه. خب مثال 10년 전 현재. 10년 전 10 سال پیش، 현재 میشه الان. 하영 씨는 안경을 안 썼었어요. 하영 씨 عینک استفاده نمی کرد. عینک نمی زد. یعنی چی؟ 10 سال پیش عینک نمی زد ولی الان می زنه. این تو عکسم مشخصه. 1번 این چه حالتیه؟ مثلا 10 سال پیش قدش یه قدی بوده، الان قدش یه قدیه. میگه 하영 씨는 키가 작았었어요. 작았었어요. یعنی الان دیگه 작지 않아요. میگه قدش کوتاه بود. الان دیگه قدش کوتاه نیست. الان بلند شده. 하영 씨는 10년 전에 10 سال پیش 키가 작았었어요. 그렇지만 이제는 키가 작지 않아요. ولی الان دیگه قدش کوتاه نیست. 2번
하영 씨는 머리가 길었었어요. میگه 하영 씨 موهاش بلند بود. ولی الان دیگه نیست. 하영 씨는 10년 전에 머리가 길었었어요. 그렇지만 이제는 머리가 길지 않아요. 3번 하영 씨는 고기를 안 먹었었어요. 하영 씨 گوشت نمیخورد. یعنی چی؟ الان میخوره. 하영 씨는 10년 전에 고기를 안 먹었었어요. 그렇지만 이제 고기를 잘 먹어요. 10سال پیش گوشت نمیخورد ولی الان میخوره. 4번 하영 씨는 치마를 안 입었었어요. 하영 씨는 치마를 안 입었었어요. 하영 씨 دامن نمیپوشید ولی الان میپوشه. 하영 씨는 10년 전에 치마를 안 입었었어요. 그렇지만 이제 치마를 자주 입어요. ولی الان اغلب میپوشه مثلا. خب امیدوارم که خوب متوجه شده باشید. حالا که در واقع زمانهای اصلی رو همه رو یاد گرفتیم، خوبه که دوباره برگردید، با هم مقایسهشون کنید، ببینید چه تفاوتی هست بین استمراری ها، بین گذشته ساده، بین این گذشته در واقع پست پرفکت. یکم با هم مقایسهشون کنید، یکم رو فعل‌های مختلف امتحانشون بکنید. مخصوصا سعی کنید که خودتون جمله بسازید. حتی اگه شده عین جمله‌های کتاب باشه فقط اسمش رو عوض کنید بازم مسئله نیست، ولی روی مثالایی که تو ذهن خودتونه، یعنی روی کارهایی که خودتون روزمره انجام میدید، اینا رو پیاده بکنید، جابجا بکنید بعضی کلمه هاشو و ترجیحاً بنویسید تا اینکه فقط بخواید بگید. اگرم که تو این فرآیند سوالی پیش اومد حتما توی کامنت ها بپرسید. خب تا ویدیو بعدی، 안녕.